سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است و در این مورد هیچ گونه معامله صورت نخواهد گرفت. و امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی شورای ملی گفت برای بحث در مورد انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده بحث است. 53 تن از زندانیان طالبان در کندهار آزاد شدند. طالبان ادعا دارند که این افراد نیروهای امنیتی اند، اما مقامات حکومتی میگویند به جز 3 تن هم افراد ملکی هستند. با گذشت یک هفته برای بار دوم در سرحد با ایران در بندر ابونصر فراهی آتش سوزی صورت گرفته است. شاهدان عینی میگویند در این آتش سوزی موترهای گاز و تیل سوخته و آتش گرفتند. وزارت دفاع کانادا اعلام کرده است که جسد یک افسر اردوی این کشور در سفارتشان در کابل به طور مرموز دریافت شده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. و مقامات گفتند در نتیجه حمله موتربم صبح امروز محمود آقا رئیس سالنوالی امنیت ملی هلمند با یک محافظ شهید شده و چند تن دیگر مجروح شدند.